سلام بیننده ارجمند، امروز دوشنبه 22 ایول است و برنامه اخبار آزادی است تقدیم شما. من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. زیارت حج شروع شد. گروه نخستین زائران تاجیک را به عربستان سعودی بردند. بعضی ها سالها منتظر این روز بودند. خداوند حالا توریش آورد، من موفق شدیم که به خانه خدا بریم. خدمتگار خلق غالب آمد. در انتخابات پارلمانی اوکراین حزب پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی بیشتری رای ها را به دست آورد. این نه تنها باوری بزرگ به ماست، بلکه یک مسئولیت بزرگ برای خود من و گروه من است. مشتری از تاجیک صادرات بانک با نیتی گرفت، اما از خانه زیستش محروم شد. چند ترمه مثال 8 سال 12 سال محکم شدن سود شدن، خیلی مسئولیت دادن که خیلی حاضرش به همین سازش بیاید. گروه نخستین زائران تاجیک به عربستان سعودی برای ادای مناسک حج سفر کردند. صبح روز 22 ایول از فرودگاه دوشنبه 160 زائر به شهر جده عربستان سعودی رفتند. زائران را امسال دو شرکت سامان ایر و تاجیک ایر به عربستان میبرند. در مراسم گسیل زائران در فرودگاه دوشنبه زرانگیز نوروز شاه و شهلای عبدالله خبرنگاران رادیو آزادی نیز حضور داشتند. ده ها نفر امروز برای گسیل نخستین گروه زائران تاجیک به فرودگاه بین المللی دوشنبه آمدند. طبق نقشه از اول قرار بود زائران تاجیک روز 25 ایول به سفر برآیند، ولی در آخر تغییرات وارد شد و تصمیم شد که آنها 3 روز قبل یعنی امروز پرواز کنند. نخستین گروه زائران تاجیک در فرودگاه دوشنبه منتظر پرواز به عربستان سعودی. گروه 160 نفره زائران صبح 22 ایول و برخی هم بعد از 20 سال انتظاری برای ادای مراسم حج به جده سفر کردند. زائران را مقامات رسمی و همسفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گسیل کردند. یک گروه کوری کمیته دین تنظیمیان جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هفته قبل برای اجرای آمادگی ها برای استقبال سزاوار حاجیان به عربستان سعودی سفر کرده است. نرخ امساله زیارت حج 35128 سومانی معادل 3700 دلاری آمریکایی معین شده است. حکیم محمد رجب ساکن دوشنبه میگوید 20 سال این روز را انتظار بود. پیشتر در آچر بودیم، همین سال آچری ما خداوند حالا توریش آورد، من موفق شدیم که به خانه خدا بریم. کتابچه از یاد کردگی هم من راه بلد همش برای ما نشان دادگی. مدت 2 ماه میشه و ما 1 ماه زاید میشه میخوانیم. هر روز شنبه و بزرگ همه را خود کردگی، همه دعاشه. مابور شریپوف امسال بار دوم است که به حیث رهبر به عربستان سعودی سفر میکند. او میگوید به حاجیان 2 ماه ترتیب و قاعده های حج را یاد دادند. مکت همون صورت خانه کعبه را ما با یعنی تشکیل کردیم، گردی او دور میزدن، طواف میکردن. بار اول که میروند در هیجان بودن که ما در قدر آدم بسیار مثال میگیریم چی طور ما مثال راه گم نمیکنیم یا که افعالا را بجا میاریم و طبق دستوری که برای اونها لباس ها دادن، همون لباس های مخصوص اونها را دوختن، مثال همونها را دیدن و گفتیم که همین لباس که همراه شما باشه ان شاء الله گم نمیشه. در مجموع امسال از تاجیکستان حدود 6000 نفر به حج می روند. قرار است پرواز زائران تا اوایل ماه اوگوست از طریق دوشنبه، سوخت و کلوب ادامه کند. برای بسیاری از زائران تاجیک سفری حج در سالهای اخیر پس از انجام یگان کار خیر از جمله کمک به یتیمان یا خانواده های نیازمند و یا ساختمان پل و راه دست می دهد. در ضمن امسال با تصویب یک قانون در تاجیکستان پرداخت خراج برای هر داوطلب زیارت حج فرضی و عمره حتمی شد. حزب رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در انتخابات زودرس پارلمانی پیش صف است. با پیروزی در انتخابات سیاستمداری که غیر انتظار به قدرت رسید میتواند اصلاحات را در کشورش که با جدایی طلبان رو به روسیه در حال نبرد است آسانتر عملی کند. گزارش همکارم طاهری سفر. حجم‌نگاری که رئیس جمهور شد روز یکشنبه صلاحیت‌های وسیع‌تر به دست آورد چون حزبش در انتخابات پیش صف است. این نه تنها باوری بزرگ به ماست بلکه یک مسئولیت بزرگ برای خود من و گروه من است. ما نمیگذاریم سری اوکراینی ها خم شود.
شما اولویت‌های کار ما را می‌دانید که برای همه اوکراینی‌ها یک است. این هدف‌ها خاتمه دادن به جنگ، رهایی اسیران ما و پیروزی بر فساد است که هنوز در اوکراین وجود دارد. над тією корупцією, яка досі залишається в Україні. ولادیمیر زلنسکی که ماه اپریل رئیس جمهور انتخاب شد، هیچ تجربه سیاستمداری نداشت. او که در بین اطرافیان رئیس جمهوری سابق پترو پروشنکو درمانده بود، انتخابات پیش از مهلت اعلان کرد. ظاهراً بازی سیاسیش نتیجه داد. نظرسنجی‌ها نشان دادند حزب زلنسکی با نام خدمتگار خلق در انتخابات پیش صف است، اما اکثریت کرسی‌های پارلمان را صاحب نشده است. حزب جبهه مخالفین در مقام دوم است و بعد از آن حزب پروشنکو و یولیا تیماشنکو نخست وزیری سابق می‌آیند. برای تشکیل حکومت حزب زلنسکی باید با حزب نوتأسیس گالوس ائتلاف بسازد. رئیس این حزب آوازخوان راک سویاتوسلاو واخرچوک است. زلنسکی این حزب را به مذاکره خواند. رئیس جمهوری 41 ساله در انتخابات وعده داده بود که فسادکاری را از بین میبرد و زندگی مردم را در این کشور فقیر اروپا بهتر میکند. بحران بانکی در تاجیکستان 3 سال باز ادامه دارد و صدها مشتریان را به گرداب خود کشید. مولان قهاروف ساکنی ناحیه وحدت یکی از آنهاست که با نیت پیشبرد تجارت از تاجیک صادرات بانک 6 سال پیش قرض خواسته بود. نتیجه این شد که خانه او مصادره گشت و بانک هم قرضدار ماند. بحث دو طرف به دادگاه رفت و در این باره سرونازی روح‌الله گزارش می‌دهد. 6 سال پیش مولان قهاروف برای 1 سال و 6 ماه با مقصد رشد تجارتش با صادرات بانک برای گرفتن $600,000 پیمانی قرضی بست. 4 ماه بعد رئیس بانک самадов сайдбурҳон моро даъват кард, гуфт ки дар фоизҳои чиро супордан дар кора моро сега гуфтем охир пули ногирифта чӣ хел фоиз месупорем. بانک میگوید مولان قهاروف $367,000 گرفته عهده‌داری‌های خود را اجرا نکرد. صاحبکار میگوید تنها $25,000 گرفت و خلاص. 4 ماه ما وعده کردن که $4 میلیون ворид мешавад банк ба мо главнои пула мегирем. ҳам хел 4 моҳ надодан моя. ҳамин ваъда имрӯз мешавад, як ҳафта баъд мешавад, як моҳ баъд мешавад. тоҷик содирот бонк аз тариқи суд амволи гаравмондаи ин соҳибкорро ба маблағи $200,000 ситонд ва акнун мехоҳад мавлонов $168,000 дигарро баргардонад. шартномаи ки ҳоли басташудагиву бо пул таъмин нашударо ва ё дар ҳаҷми $367,000 $314,000 гӯё ки баста шуда эълон мекунанд. дар тоҷик содирот бонк ба радиои озодӣ гуфтанд $314,000 баҳсиро фарзандони мавлон қаҳоров гирифтанд. ташхиси судӣ гуфтааст санадҳои додани пул ба мизоҷ шубҳаангезанд. 7 майи имсол суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин кард ки ӯ ва фарзандонаш қарзи бонкро баргардонанд. шартномаи ҳамин қалбакӣ баста инҳоро умедвор кардааст ки мо ба шумо кредити калон метиҳем. дар рафти чӣ кардан ҳа ин мешавад, ин моҳ мебиёд, ин моҳ мебиёд гуфта имзоҳошо нагирифт, яно лекин экспертиза муайян кардааст ки ҳамин имзоҳое ки ҳамино ҳамин пула гирифтанд имзои ҳамино нест. ба дари 2 манзили ин хонавода баъди қарори суд муҳр заданд. ҳоло онҳо дар берун зиндагӣ мекунанд. судам ҳамин гуфт ки банк қайси созиш кунед. من قید سازش کنید گفت ما خیلی دیگه با چیم ترمه مثال 8 سال 12 سال محکم شدن سود شدن خیلی مسئولیت دادن که خیلی حاضرش با همین سازش و بیاید من یک تا نقطه تعمیر تکنیکی 2 خانه استقامتی در شهر وحدت راست گفت در بالانسی بانک گذاروندم. دلیل توجیک صادرات بانک در این مورد санади додгоҳ аст ки дар он омадааст мавлон қаҳоров ва писаронаш гуфтанд гунаҳгоранд. тоҷик содирот бонк аз бонкест ки соли 2015 ба буҳрон дучор шуд. ҳоло бо садҳо муштарӣ дар додгоҳ кашмакашу даъво дорад. 84 кӯдаке ки 2 моҳ пеш аз ироқ ба тоҷикистон оварданд ҳанӯз ба оилаҳояшон напайвастанд. волидони кӯдакон дар ҷангҳо кушта шудаанд ва ё дар маҳбасанд. ҳафтаи гузашта омбудсмени кӯдак гуфт барои ба наздиконашон додани кӯдакон шитоб надоранд. чаро? тафсилоти мавзӯъ дар гузориши телевизиони настоящее время ки ҳамкорам муъмин аҳмадиёнро тақдим мекунад.
کودکان و نورسانی که تاجیکستان از عراق برگردان در آسایشگاه وزارت تندرستی نگهداری می شوند. آنها تحت تربیت و نظارت روانشناسان، پزشکان، کارمندان اجتماعی و آموزگاران قرار دارند. به گفته امبودسمن کودکان، جریان برقرارسازی این کودکان و نورسان آسان دست نمی‌دهد. آماده نمودن آنها به مکتب که از سال نو آغاز می شود نیز مشکل است، زیرا به گفته امبودسمن آنها نه تنها خط بلکه زبان تاجیکی را نیز نمی‌دانند. اما با این وجود به قول وکالتدار حقوق کودک، نورسان سن مکتبی از 1 سپتامبر حتما به مکتب فرا گرفته می شوند. Их нужно готовить к школе. И вот те органы, которые сейчас при Министерстве образования создана рабочая группа. баъзе аз ин кӯдакон хатти кириллиро намедонанд. онҳоро бояд ба мактаб тайёр кард. дар назди вазорати маориф гурӯҳи корӣ барои мутобиқсозии кӯдакон таъсис ёфтааст. як корманди мо узви ҳамин гурӯҳ аст. як гурӯҳи дигар дар назди вазорати корҳои хориҷӣ амал мекунад ки бо масъалаи баргардонидани кӯдакон машғул буд. ман фикр мекунам ки кӯдакони синни мактабӣ ба мактаб ҳатман Я так думаю, что 1 сентября эти дети, у которых школьный возраст, они пойдут в школу. در مورد دادن کودکان به پیوندانشان هنوز حرفی نیست، هرچند 35 خانواده از حساب نزدیکان برای گرفتن کودکان درخواست دادند. فعلا معلوم نیست که چه تعدادی از کودکان تاجیک در عراق و سوریه باقی مانده‌اند. سفارت تاجیکستان در این کشور همراه با سازمان‌های بین‌المللی جستجوی آنها را ادامه می‌دهد. وزارت کارهای خارجی در ماه می امسال گفته بود که با مقامات عراق در مورد برگردانیدن باز 11 کودک دیگر گفته شنید دارند. ساکنان دهه قلعه ملک در ناحیه وحدت از دود غلیظ و چنگ کارخانه سمنت شکایت دارند. 4 سال پیش در این دهه که ساکنانش از باغ پروری درآمد می‌گرفتند، کارخانه سمنت به کار پرداخت. ساکنان میگویند بعد این باغ‌ها حاصل نمی‌دهند. گزارشی تهمینه حکیمова و افسانه اکبر شویب. چند سال ساکنان دهه قلعه ملک در احاطه این دود غلیظ زندگی می‌کنند. اذیت آن را می‌کشند. در نزدیکی این دهه سال 2015 شرکت یاقوت 2000 با سرمایه خارجی کارخانه سمنت براری تاج چین 2013 را ساخت. ساکنان میگویند از روز شروع کار تاج چین 2013 هوای تازه نفس نمیگیرند. اگر همین دود اومد درآمده در خانه بجا میشه. یکی کودک‌ها در همین قد کوچه یا نمیفهمن که ضرر داره یا همین نفس کشیده است. ما به خدا ایروی همین زواد شده به ماسک گشته نمیتونم، الرژی دارم. گاه شمال سمت دود را عوض میکند و بر دیگر دهات هم میرسد. گرد و غبار آن به زراعت و خانه‌های مردم مینشیند. این مصاحب ما نخواست او را بشناسند چون که میترسد من بعد دچار مشکل میشود. او 35 سال باز در این دهه زندگی میکند. به اندیشه او دود کارخانه محیط زنده آنها را میکشد. اول مثلا 15 تا 20 هزار پول مثلا میافتیم هر ساله. همین مثلا میوه. دیگه از آب چنگ زلال که دیگه همه خوکشی. نوبت دارو میشه دیگه نوبت چی؟ مردم دیگر روزهای گرم تابستان را نمیتوانند در هوای تازه و بالای کتها گذرانند. آنها شکوه میکنند که چند سال باز از این سعادت محرومند. یا خیروز همینجا شیشته نمیشه بیرون دا. خونه میدوی تریزور مخم میکنی همون هم دود میدوی. حالنامو پر میشه. خدا من با میدرویم هم که میدرویم درنای در پردار میکشیم هم خیلی. ساکنان میگویند مقابل وجود این کارخانه نیستند اما طلب دارند دستگاه‌های معاصر وصل کنند در فکر مردم و طبیعت باشند. ما مقابل زواد نیستیم، فقط زواد زمانوی کنند. مسئولین کارخانه سمنت براری تاج چین 2013 نخواستند وضع را به ما شرح بدهند. کارمندان حفظ طبیعت اعتراف کردند که پرتاب‌های این کارخانه در حقیقت از معیار زیادند. تجهیزاتی که آوردن و فیلتری که آوردن در شرایطی همین بلندی زیاده از 1200 متر هست فوراً به قول مقامات 3 مرتبه تاج چین 2013 را برای رعایت نکردن معیارهای حفظ محیط زیست جزا دادند. مسئولین حفظ طبیعت در جمهوری میگوید طبق قانون باید این کارخانه را ببندند. مراتوریایی که حکومت به نزدیکی طبق قانون جدید اعلان کرد پیش آنها را گرفته است.
با این مطلب برنامه امروز را به پایان میبریم. تا نشر بعدی، خدا نگهدارتان.